زندگیم تا حالا آرتیست نشده بودم، پس بریم امروز با هم آرتیست بشیم. اینا رو داریم، بعد روشون یه چیزایی طراحی کنیم. دیده پرو مکسه؟ وای سیسیا امروز با او مای گاش واقعا اسکوبه چرا کارتون میندازه؟ والا ما کارتون گوشی من هنوز هست. وقتی فروخته دکار میشه. تصمیم انتخاب شد ما از بین اینا میکشیم. 3 تاشو تو باید بکشی، 3 تاشو من. بعد کجا 3 تا میکشم؟ کجا 3 تا اینجا کنم آخه؟ خب نکش یه دونه. نه تو هیچ کار نکن. خب هیچ کار نکن تو. خب بریم فقط بریم. سیسیا طرحایی که ما انتخاب کردیم یا از اینا میکشیم یا سالیوان. خب تو سالیوان بکش. من میخوام اسپایدرمن بکشم. اینم شاید بکشم، حالا بقیش معلوم نیست چون اصلا آره شاید سالیوان و باب اسفنجی و پاتریکو بکشم because they are my favorite actor. بعد من شاید چی بود این اسفنج؟ اختاپوس. من شاید نه اختاپوسی بود. چی بود اسمش؟ ای بابا. خب من شاید اختاپوس رو بکشم یا با اسفنجی هم سندی. اصلا دیگه سیا ما اینو داریم، دیت رنگکاری. از اینا داریم، اینم دو تا قلموی خرابتر از اینم میخوام آخر پیاز. ویدیو یه رنگ خوشگل کنم که توش میخوام یه هدیه‌ای بذارم. هزینه سفره سفره یه بار مصرف کجا میگن؟ من اینقدر پول دارم. آره بابا اینا باید شما برید از دبی تهیه کنید اینا را. تو عمرت تا از اینا دیده بودی؟ دختره میگفت کتونیان لوی ویتونه انگار من خواهرم میخوره بابا. آره بعد من دیدم از دوشنبه بازار داشت واسه خودش کفش کار میکرد. آره بابا از بس گیریسه بعد بره از دوشنبه بازار تهیه. آره دیگه بچه‌ها ما تا اینجا رو درست کنیم میریم واسه مرحله اول کارتونایی که از تو سلاشقال پیدا کردید رو به خوبی میمالید. الان توی چه خراب شده این من رنگ بسازم؟ آقا نگاه خوشگه، یعنی قشنگ شبیه بختمون خوشگه. نگاه خوش مگه نمیخوای با اسفنجی بکشی؟ خب شقتش شنیدنه زرد میگیری اینجاشو با زرد رنگ میکنی که معلوم نشه. آها خب نس یه آفتابه میکشم بریم یا اسپایدرمن بکشم. هر گوهی میخوای بخور. خب آزادی سرت من آزادی کنی. اسپایدرمن بکش به انه. خب سیسیا نگاه کنی چون ما کاسه نداشتیم واسه یه رنگ درست کردن مجبور شدیم اینا رو ببریم. آقا همه دستا بالا روبرو دوربین بای بای. ماشاءالله جونو بیا. طرحمون کاملا داره میرینه چون میدونی چی شد؟ چون من چسب آوردم چون بچه رنگ قرمز رو میخوام قاطی کنم با سفید و یه صورتی ملی. روی الان چجوری به رنگ بیارم پایین؟ چی شد؟ آبی رفت تویشی میخواره میگه وای خدا صبر بده به آرتیستا. تو فکر نمیشه نگاه کن ریدم اصلا که به من گفت تو نقاشی کن ولی واکنشش نمیشه. فردا برم یه نقاشی. اصلا فکر نمی‌کنم اینجوری بشه. وای چه صورتی ملیحی شد بچه. باهاش میتونم آدم بکشم. صحبت شنیدنی این حرفایی رو من ندارم. خدا حافظ ای گلم جای دیگه قرار دارم. کلتو بکش. خب اینم از صورتی ملیحی ریدی شاید اسپایدر چون با گواش نتونستن رنگ گادی بسازن بخاطر همین از این وسیله‌ای که مطمئنم همه تون اسمشو میدونید چی بود
آبرنگ از آب واتر نه کالر واتر من باید لال شم میدونید ریدی قدرت ذهنی میدونی بچه آدم باید توی زندگیش همیشه خودشو حقشو باش بگیره. باش تو دیگه حرف نزن خب آقای چرا اینجا ریدن دخترم آرتیستی دخترش طاقت شنیدن بچه ها اینم از کارمون اینم از کارمون دو تا رنگ ریدم why is this the file is blue من باید لال شم خب بچه من آخرین تلاش ها رو برای اینکه بتونم یه سالیوان خوب تحویل بدم کردم خب الان باید منتظر بشینم تا این خوش بچه بقیه آبی اقیانوسی دارم ولی من آبی انی دارم نه این چیه الان مثلا آرده این چیه مثلا هدف از تولید این چی بود چرا این اینجوریه نگاه کن اینم نمیخواد خوشیه بچه به علت کمبود براش قلمو یعنی ما خیلی داریم اینا ریدن چی شد؟ نگاه در اومد از من میدن خب بچه براشمون هم خراب شد مرسی اصلا چیز ندارم ها چی میگم بهش اصلا عصبانی نیستم من خب بچه ها ما اینو آبی کردیم این آبی کردیم بعد الان باید نقطه بنفش واسش بذاریم دیگه دهن و از این چیزاشو براش بکشیم براشم هم خراب شد خیلی اعصابم آرومه من خیلی آدم خوبیم الان میخوام با این پیش میاد دیگه پیش میاد الان من بزنم خودم بکشم پیش میاد می‌نویسید وقتی پیش میاد تو نمیتونی چی کاری کنی بریم اینو با هم قرمز چیز بنفش کنیم اعصابو ریدم من توی این زندگی الان مثلا باید این بنفش بشه خب بریم سرخابی شد متاسفانه بچه ها برای من تازه بیتش رو رنگ کردم و دارم از پنکه استفاده میکنم چون ما خیلی آدمای لارجی هستیم برای نقاشیمون خیلی چیز میکنیم چی میگم بهش؟ تلاش میکنیم خیلی براش چیز میذاریم از درون مایه میذاریم ای چقدر آبرنگ خوبه روی از این روی نقاشی ریدم فیلم منه خیلی رسیدیم به قسمت مورد علاقه آبی چقدر خوب بوده خب بچه برای سالیوان باید با این مشکی دهن بکشیم نمیدونم دهن مشکی نیست ولی خب متاسفانه چیزی که تو پینترست بود داری چه گویی میخوری؟ رنگای اضافیش رو میگم بچه ها نسترن داره میرینه تو چیزاش یعنی نگاه قلم های تو خرابه ریدم توی زندگی قلم و ویندوزش خراب نیست خودت نمیدونی دماغش همچنان رویا در نقاشی تموم میکنه و من دارم این قرمز رو الان اگه میرفتیم کلاس نقاشی یه نیم ساعت حداقل یه چیزی یاد میگرفتیم آره بابا آره دیگه بچه هیچ وقت خودتون رو دست کم نشمارید شما میتونید خیلی گوهای زیادتری بخورید شما میتونید به همه آرزوهاتون برسید چون شما خیلی انیق
خیلی بسیار دارن بهتون امید چیکار میدن. کنی رویا؟ نمیدونم دارن چیکار میکنن، قرار میدونم که دارن میرینن. من دارم اینو آنباکس میکنم. پشمام حاجی، بالاخره آیفون 17 پرو مکس 1 ترابایت 128 گیگابایت چیزو خریدی؟ 1 ترابایت 128 چی؟ آره my God. عزیزم خریدم. بالاخره تونستم به حقوق 1 ماهم. بچه‌ها باید خودتون رو باور داشته باشید. بخوادم طاقت شنیدن به خدا اگه لباس صدا نکنه. نگاه کنید سالیوان مناطق مرموز. البته این یه چشمش کامل نشده هنوز. بچه‌ها بعد از اینکه کار ما تموم شد، هر کی میخواد این نقاشی‌ها رو به قیمت $70 از ما بخره، عزیزم با قلموی شکسته مثل پیشرو دارم پیش میرم. دوباره ریدم باورت میشه؟ من چه خوب میگی این دفعه. به قیمت $5 هر کی میخواد من از ما بخره، عدد 17 رو کامل. عزیزم $5 چیه؟ من $100 میفروشم. من وقت کنم به خاطر این. بچه‌ها ما تا اینجای کار پیش رفتیم، نگاه کنید. البته من یادم رفته بود که باید خشک بشه، اینجوری شد چشاش اینجوری. الان باید منتظر بمونم خشک. خیلی قیافه عجیبه. بعد عنکبوت من که داره خیلی خوب پیش میره. واقعا حاجی من اسپایدرمن بودم. اشعال نداره به تو رویا مظلوم. رویا بدبخت مظلوم. تو کامنت ها رویا مظلوم. مثلا بی ادب، حق مال مردم خوره، نمیدونم گور به گور شده، خدا زده. یه من با این نقاشی میتونم ثابت کنم که یه معلول ذهنی ام و یعنی این که من یه معلول ذهنی ام. آره دیگه که نقاشی اینجوری شده. لطفاً پیجای روانشناس رو بنده. خوب ناموسن خوب شد. نگاه آره قشنگ شد. آره دیگه سالیوانه. بچه هر کی میخواد اینو بخره عدد 2 رو کامنت نکنه. سالیوان یعنی اصلا که اینقدر کشیدنت سخته دلبر. الان من چیکار کنم؟ نه ریده شد. ریدم حاجی ریدم. حالا مال من نگاه، اینو نگاه. نه ناموسن از تو خوشگله. چقدر خوشگل شد حاجی من اسپایدرمن بودم حاجی. شم نداره به تو $100 میفروشم. سیکی بابا. چون من فهمیدم که هیچی مثل دست زیبا نیست، پس شروع میکنم با دستم همه کار کنم. اول دستم خیس میکنم، طاقت شنیدن میمالم به گواش، نه آبرنگ. قشنگ دستم اینجور رنگ شه، بعد عین بچه آدم میمالم بهش. اگه رنگم نشد با چک و لغت مادرش رو مورد عنایت قرار میدم. ریدیم حاجی ریدیم تباهیم. بچه ها انقدر ما خیلی منحرفیم. خب توی کامنت ها بنویسید نسترن کاشکر. هر که تو کامنت ها بنویسه ما منحرفیم آدرس خونش رو بیشک پیدا میکنه. هر کی تو کامنت ها بنویسه من اندم این نقاشیمو بهش هدیه میدم. بچه بعد چیز قرار نقاشی همون چیز سلاشخان انداخته بشن. اگه کسی میخوادشون، گوشی اصلا هم شارژ نداره، اگه کسی میخوادشون عدد 5 رو کنید. اگه الان نشد نقاشیمون رو نشون بدیم بعداً میذاریم واسه تون. نه مثلا کیچی ها، مثلا کیچی مثلا خیلی آدم لارجی، مثلا خیلی خوبی هستی ها. ما خیلی خوش می‌گذرونیم. بچه من معلول ذهنی 2000 years later. بچه ما متاسفانه مشکلی برام پیش اومد و الان شب شده و اینکه ما الان باید تو تاریکی ادامه بدیم و اینکه من این نقاشیمو دیگه نمیخوام چون خیلی زشت شده. بر منم هنوز میره و من تصمیم گرفتم روی این چیز خاصی بکشم.
چون آبی خیلی دوست دارم یه چیز آبی میکشم روش. بریم ببینیم چی میشه. قبول داری کارمون خیلی ریسکیه حاجی؟ اگه بد بیاد گیر میشه تو احساساتم. بچه چون من حال ندارم منو صورتی بسازم رنگ نسترن رو استفاده می‌کنی. خب بچه چون من حال نداشتم صورتی استفاده کنم چون گواش به شدت رنگ نمیده قرمزشو میزنم که اینجا واسه من قشنگ صورتی نمیشه. بچه برای من نصف نقاشی خوش شده و الان اصلا معلوم نیست چجوری قراره در بیاد. چون ما خیلی آدمای لارج هستیم. ما خیلی وقت شناسیم. نموشه آقا ما نمیخوام. نمیشه. نصرا نمیشه. بگم به ایرم ناراحت میشه. آره. خب پس بچه گشاد بودن رو میذاریم کنار و رنگ میسازیم. یک کمی قرمز باید خیلی کم بریزی چون نقاشی که من انتخاب کردم رو بکشم قرمزش باید کم باشه چون یه صورتی مریض که مثلا یه آسمون صورتی باشه از اون نمیخوام بکشم. بعد این گواش هم در نمیاد. گواش میگم این رنگه برسه آب رنگ. آره گواش خب دوستان گواش هم در نمیاد. بعد از روش های خیلی از من سخت استفاده براشم اصلا این براش نیست. میدونی من با یه تیکه پلاستیک دارم میکشم چون خیلی آدم های خوبی هستیم ما. وای دیدم شد نگاه کنید اینجا رو نگاه تای کلوف شد. mine. You don't like کلوف؟ yes. الان سفیدش کو؟ ما همین کارو کردیم نشد صورت درست نشد. قبلا این ساختن من سفیدت یعنی تا اونجای اعصابت خورد میشه که با دست میری. چیکار کنم؟ ریدم. I'm read here. نگاه ریدن و چمن ریدم. من نمیخوام الان اگه شاید اینا صورتی میدونی ما خیلی وقت هدر دادیم. آره قشنگ ادیسون خب اصلا ربطی هم نداشت این حرفا. میتونستم یه کار دیگه کنم. چی؟ یه فیلم رو دیگه بدم تو اینستاگرام خب اینجور رنگا ردیفی میچین بعد اینجوری صاف میکرد. آها آره از اون ویدیوها منم دیدم. نامزد آره میتونستم فکر اینجوری با کنم. خودت دیدی؟ مرسی. خب ما آقا همین رو ادامه میدیم بالاخره هر دوباره ریدم. دوباره ریدن هوایی ریدن جایده نگویم گل توی کتافت ریدن برای ما یه موضوع عادیه. آره ما هر روز میدیم مثل دفعه هر روز میدیم. بعد حدس بزنیم وسط چی شده خونه اینا مهمون اومده بعد ما 2 ساعت دنبال سبزی بودیم ما باید میشه بعد رفتیم سبزی خریدیم با نوشابه و بوق و اینا حدس بزن چی شد نسترن رفت برای داداشش بستنی خرید ولی من که 2 سال باهاشم برای نخرید 2 سال با هم به خدا نمیدونم چی دارم بهش خیانت میکنم بچه. آره تو با داداشت به من خیانت کردی. وقتی گرفتم کله رایانه کندم جون بیا متاسفانه من دوباره ریدم که نخوشی در بعض از جاهاش رنگش رفت ولی با پوشک های گوت محمد هیچ وقت این اتفاق واسهتون نمیافته. تو آنباکس 17 پرو مکس نانو خیلی زود دارم. واقعا نگاه این خوشگله.
بچه چیزی که میخواستیم بچشیم خوش شده اصلا من این برش خوش شد میام که این برش دیگه فلن کنم اوکی داره یوشک ما رو نگاه میکنه اوکی مشکی بچه واقعا هوا خیلی خوبه خیلی ذوق دارن میخوام زنگ بزنم به مامانم خواهم زنگ بزنم سر دادم احساس میاد جراتم که میگه میخوای با هم نگاه کنم و متاسفانه همه دوش پوست شد بچه ها تا اینجای کار خیلی داره عالی پیش میره الان باید چیز کنم چرا سنم اسبانه کجه نه واقعا مشکل بوده آره بابا خوبه الان چون ما قلممون خراب شد باید با دستمون این کارایی انجام بدیم من که دارم همیشه میزنم همیشه میزنم باز دوبار نه همون که تو میگی پنکه همون که تو میگی آره مثلا تو ذهنت میگی اینو نگاه چقدر دلغک داره دلغک شدیده چطور تونسته این حرف رو بهم بگی ناراحت شدی عشقم آره چجور خب بچه ها نگاه کنید این آیدم میخوام این بر زدشم بگیر حاجی کارو بگیر ریده شد بهش خاک تو کار به سره این خب؟ میگن کار به من این. 2 تا نقاشی زشت کشیدم ولی تو نتونستی یه نقاشی ازم بچه واقعا خسته رویم شدم الان بیاد انگوشتی ها مشکی کن اینجا واقعا این بمونه. خیلی خسته شدم و خیلی روز حوصله سروری نبود حالا ولی اینکه مثلا قبل از اینکه بخواید از این کارا بکنید حتما همه چیزتون باید تکمیل باشه چون ما امروز خیلی یهویی تصمیم گرفتیم که چون من حوصله‌ام سر نزدیک یه هفته هم نکنه مثلا 4 روز نرفته بودم بیرون در خونه هستم گفتم بیام خونه اینه ولاگ بگیرم که آخرش اینجوری شد قشنگ دیدیم و مثلا نه قلم برنگش خورو بزن الان مثلا بزن که از چی؟ رنگ زیاده رید برو بلند کردی سب کن بر من روزی و قبل از اینکه بخواید از این گوها بخورید حتما قبلش برنامه بریزید چون که یکی داره میاد بالا پشت بوم خلاصه دیگه از این کارا نکنید از این کارا نکنید میفهمید چی میگم دیگه آره نه من نمیگم نکنید و بکنید قبلش برنامه بریزید برنامه نکنید نه برنامه آقا اصلا لال قدرت تکمله تکمله تکلمه ریدم تکلم بود ترک بود آره دیگه ببینید اینجوری شد اگه این انتیکه اینو بس کنه ما ولاگو تمام میکنیم و اینا جمع میکنیم چون خیلی داره واقعا حوصله‌ام سر میده تا ولاگ بعدی خدا نکنه نه خدا نحافظ کنید بچه ها یه انگوشت من اینجور کج کله مونده روی خود تو سر تو بگیر دوباره بگیر روی میخوام یادگاری بومنم یادگاریت گردنم میخوام از اینجا شدیم خب بچه ها خدافظ ولاگ دیگه بوس به کلتون بای تا یه ولاگ دیگه سیبتیر این منظره زیبا نگاه کنید ناموسن سب کنه بدم توی این شنا میکنی
من چند باید بهم اینو بخوری. اصلا چرا باید بهت بدم؟ الان نه مثلا منظورت الان چی بود مثلا؟ برو تو شنا که مایو نیوردی؟ نه خیلی رنگش گاده حاجی. بذار یه تست بکنم. واقعا گاد بود. واقعا گاد بود. بچه ما کارمون تموم شد، داریم آشغالا رو جمع کنیم. نسترنم تمام برو توش. برو توش. بچه ما نتیجه گرفتیم نسترن رو بندازیم دور، چون نسترن هم یه آشغاله. دختره ان زندگی تو جمع کن عبدالعبادی. انجام اشغال کنن داشت این بر سکتیر بابا.